پای تبنده این جمع و حضورت بلند می‌کنیم که برای سرزمین های خودشان خداوند از تو میخوایم که در روز آفرینش خداوند تو سرزمینم این زمین به نیکویی خلق کردیم، مثل که ردای عیسی مسیح هیچ تیکه‌ای نداشت، هیچ درز نداشت خداوند، ولی این زمینم در روز اول هیچ مرز نداشت، ولی اینا مرز ساختن. خداوند این مرزها رو بشکنن. خداوند کیندم تو باید بیاده در این سرزمین. خداوند از تو میطلبیم، از تو میطلبیم که اراده ای تو بر این سرزمین تا بیاری. خداوند امروز افغانستان رو به حضورت بلند میکنیم. خداوند هر اون چیزی که اراده ای تو هست برای فرزندان خود در افغانستان خداوند به انجام برسه. خداوند امروز در سرزمین های فارس، در سرزمین به نام فارس نه بلکه به نام سرزمین ایلام اعلام میکنیم. خداوند منتظر برگشت تو هستی در این سرزمین. خداوند در این سرزمین ها امروز جانها کشته می شود، جانها نابود می شود، جانها از بین می رود. خداوند امروز با قدرت و قوت تو خداوند در حضورت نیستیم، محکم نیستیم، روزه میگیریم و دعا میکنیم خداوندا که هر کسی که بر ضد بشریت هست خداوندا او را از ایش بگیر و قدرت باره. خداوندا در نام مسیح خداوند همه را باطل اعلام میکنیم و برای سرزمین ها افغانستان، ایران، در هر جایی که ایرانی و افغانی از خداوندا اعلام میکنیم و برای شیطان نهیب میزنیم. تو هیچ حقی برای سرزمین برای ملت نداری. خداوند از تو میطلبیم اراده تو، نیکویی تو، پادشاهی تو برای سرزمین ها. خداوند امروز که اگر مدارس دخترها را در افغانستان تعطیل کردن، خداوند از تو میطلبیم، از تو میطلبیم اون مدارس دوباره باز شود، احیا شود و بدن تو خداوند و بدن تو احیا شود در این سرزمین. خداوند با خون عیسی مسیح خداوند باطل شده اون فکرهایی که بر ضد زن از خداوند در سرزمین باطل شده اعلام میکنیم. خداوند با قدرت و قوت صلیب عیسی خداوند از تو میطلبیم که تو بخرامان سرزمین های ما. عزیز خداوند دوستت داریم، ایمان داریم که تو در بین ما هستی امروز و هر لحظه در بین ما هستی. خداوند پادشاهی تو را، اراده تو را بر اون سرزمین ها خواهان هستیم. در نام پدر، پسر، روح القدس و با ایمان دعا کردیم و